خرکی تنها و یا دروغی مصلحت آمیز. بود نبود، یک خر بود، بیچاره تنها بود، دوستی نداشت. از این سبب هم خیلی غمگین بود. روزی چون همیشه زیق در کنج خانه‌اش نشسته بود که آوازی شنید. چی سلام. از کنج خانه موشکی پیدا شد. من موشک، دیدم که تو بسیار زیق هستی، آمدم که با تو دوست شوم. خرک خرسند شد. آنها دوست شدند. اکنون خرک در جنگل از همه شادی و نمی گرفت. من جوره دارم. کی است جوره تو؟ پرسید خرس. یگون چیزی میدهک بودگیست. نه، دوست من فیل بزرگ است، لاف زد خرک. دروغ میگویی؟ البته دروغ. جانوران به او باور نکردند. جمع شدند و به خانه خرک آمدند و گفتند کنی دوستت را به ما نشان ده. حاضر میگویم که دوست من به زنبور چینی رفتگی، فکر کرد خرک. دوست من دوستی او. از خانه برآمد موشک. هی هو. اگر این فیل بزرگ باشد پس تو خرک دروغ گویی بزرگ هستی، گفت روباه. خرک از دروغ گفتش اول شرم داشت، صبح سرخ شد و بعد تبسم کرد و گفت نه، اصلا این فیل است، تنها فیل عادی نه، سحرناک. خانه ما میده، او نمی گنجد، برای همین هم او خود را میده چه کرد. آخر اگر این طور نکند خرطومش از دودموره بیرون می براید. اصلش را گیریم. وی میده چه بودن نمی خواست، اما مرا سخت دوست می دارد و می خواهد که با من بماند. چه خیلی حیوانی مهربان است او، گفت خرگوش. خوش به حالت خرک. جانوران به خرک باور کردند و به خانه هایشان برگشتند. از همان وقت این جانب در بیشه کسی میدهچه ها را آزار نمی دادگی شد. میده یا کلان فرقی ندارد، مهمش دل بزرگ داشته باشی، می گفتند ساکنان بیشه. دروغ گفتن خوب نیست، اما دروغ خرک مصلحت آمیز بود.